باعث افتخار و شادمانی است که مردم شرفمند تاجیکستان محبوب ما جشن بزرگ ملیمان 32مین سالگرد و 30 سالگی تأسیس یابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان را در فضای امن و آسایش، صلح و ثبات و همدلی و وحدت ملی با شهامت و تنوار تجلیل می‌کنم. همایش‌های رسمی به این مناسبت امروز با گذشت پرد خدمتچیان حربی قواهای مسلح، هیئت شخصی مقامات حفظ حقوق و افسران و سربازان ذخیره‌های سفربری ولایت، یعنی محافظان استقلال وطن، مرز و بوم دولت صاحب اختیار و حامیان قانونیت و ترتیبات ادامه می‌یابند. با کمال نصرت و فرهمندی و صداقت و محبت صمیمی به میهن تمام ساکنان ولایت، رهبریت و هیئت شخصی جزو تمام‌های ساختارهای نظامی، مقامات حفظ حقوق و ذخیره‌های سفربری ولایت را به این مناسبت صمیمانه شاد باش و تهنیت گفته به خاندان هر یک ساکن ولایت فیض و برکت، آسایش و سعادتمندی، عافیت و تندرستی برای کامیابی و تاجیکستان عزیزمان پیشرفت روزافزون تمنا می‌نمایم. تکیه‌گاه دولت و استواری فضای امن و ثبات سرزمین و نیروی اعتماد بخش و اطمینان مردم در زندگی آسایشته و قدرتمندی قواهای مسلح مملکت اعتبار قوی دارد. قواهای مسلح زاده دوران استقلال دولتی به حساب رفته، روند تأسیس و تشکل آنها به مرحله نهایت مرکب ابتدای استقلال دولتی راست می آید. این نهاد در دوام سالهای صاحب استقلالی اگرچه به مشکل‌های وزنی روبرو گردیده باشد هم موقع خود را در منطقه استوار نگاه داشته به یک نیروی پراقتدار دولتی و سپری با اعتماد تبدیل یافته است. محض با تلاش و کوشش‌های پیگیرانه پیشوای ملت، سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در این سمت تحولات جدی به میان آمده، شرایط مناسب برای افسران و سربازان فراهم گردیده است.